صداش بیاد. نمیدونم چرا صداش بیاد آره اذیت می‌کنه. اگه تموم شده یه نویزیه. دکتر دوست داره صداش باشه. خب ما شاک ویو انجام دادیم، دست شما درد نکنه. مرسی. یه توضیح خیلی کوتاه میدیم که این چیکار می‌کنه. شاک ویو یعنی یه نوع دستگاه فیزیوتراپی حساب میشه که توی انسان خیلی گسترده داره استفاده میشه، هم برای بعضی از مشکلای اسم مثلا درگیری‌های تاندون و لیگامنت استفاده میشه و هم اینکه برای افزایش پرفورمنس یعنی خیلی کمک میکنه که پرفورمنس هم عضلات هم اینکه یه جورایی میگن بی‌حس کردن عصبا بدون اینکه شما دارویی استفاده بکنید پرفورمنس داره بالا تا حدی که میگم توی مسابقات FDI تا 3 روز قبلش اونور بند داره و دوپینگ هم ندارن. نه ولی خب میگم نباید تا 3 روز قبلش استفاده بشه، نه توی استفاده کنه. یه دستگاهی که این کاربری ها رو داره دیگه. بیشترم اولین بار برای لیگامنت و تاندون بوده و الان بیشتر ما داریم روی پرفورمنس کار می‌کنیم. الان برای نصب خاص برای چی انجام؟ برای کمر، برای افزایش پرفورمنس برای کمرش، عضله‌های کمر. خیلی ممنون. خسته نباشید. برای انسان هم استفاده میشه. انسان خیلی زیاد. خیلی همین دست. مثلا برای کارپاشنه برای تنظیمات عوارض داره.